بریم با هم دیگه یه دونه اسب بخریم. الان؟ حاضر شدم دیگه بریم. این خیلی تیپ بدیه بابا. خوشگله دیگه بریم. خیلی تیپ زاییه. بابا خوشگله. یه تیپی بزن حداقل لباست به شلوارت بیاد. خانوما باید اینجوری تیپ بزنن. بیا اینجا کارت دارم. بیا نرو. لب زدم. آخه رژ لب میزنی من دیگه نمیتونم برات اسب بخرم که. بابا بریم دیگه دختر باید اینجوری سوار شد. کجا به نگهش داریم بابا؟ زمین حیات دیگه. با همسایه ها دعوا میکنن اگه ببریمشون اونجا. با چی میگن؟ میگن چرا اسبتون رو گذاشتین اینجا؟ بو میده، پیپی میکنه، چیش میکنه. پیپی میکنه چیش میکنه که مهم نیست. زیر انداز میخوام زیرش بندازم. خب اسب که رو زیر انداز وای نمیسته، تکون میخوره، اینور میره اونور میره، همه جا میره. بچه نیست که. اینا رو میذارم زیرش. با اسب خیلی بزرگه. اینا مگه میشه اینا بندازیم زیرش؟ بریم زیر انداز غذا خوری میذارم زیرش. کنم بخرم لباس مخصوص اسبم بپوشم. این لباس های تیشرت و این چیز کثیف نشه. حالا لباس مناسب اسب بپوشم.